هفته خبر تو خبر داره براتون. از اسب چموشی به نام شیخ فری که عظما هر چی تلاش کرد تو ماجرای تشکیل کابینه یه طوری مهارش کنه، باز افسار از دستش در رفت و روحانی کابینه سهمیه بندی خودش رو با کمترین سهم برای عظما اینا از مجلس گذرون. به این ترتیب روحانی تا اینجای کار نشون داده که اهل رکاب دادن به سیدعلی نیست و اونی که سوارشه شیخ اکبره. کابینه روحانی در حالی با وزرای جام زهری رأی آورد که چماقکش خامنه‌ای تو کیهان 1 ماه داشت سر رقیب عربده میکشید و تهدید میکرد. کسانی که در یک امتحاناتی رفوزه شدن و حتی خیانت کردن، اسم نمیبرم، بیا میشناسن آدم مشخص، افرادی در امتحاناتی رفوزه شدن به مملکت خیانت کردن، خب میگن اینا رو جذبشون بله، این چیزی که امکان پذیر این قابلیت خودشون از دست دادن، این خیانت به دست ما هم نیست، دست حکومت نیست. اما رفسنجانی و شیخ فری که از شاسی در رفتگی خامنه‌ای با خبر بودن، این هارت و پورت ها رو کش کم حساب نکردن و عدل همون رفوزه شده های کنکور ولایت رو سر کار آوردن. میرسیم به جناب آقای دکتر محمد جواد ظریف برای وزارت امور خارجه. دکتر گیاهشناسن؟ اهل دکترای علف‌های هرز رو دارن ولی فوق لیسانسشون باغبانی هست. علف‌های هرز هم دکتر میخواد؟ بله. وقتی همین وزیر رأی آورد و شیخ فری اونی رو هم که رأی نیاورد معاون خودش کرد، شریعت مداری داغ کرد و تو ورق پارش اینطوری نوشت: امروز رفتارهایی از رئیس جمهور سر میزند که خلاف وعده ها و شعارهایش است و از اعتدال و میانه روی خبری نیست. اینطور بود که سگ ولایت بعد از اون همه واق یه شاخ از فریدونینا دریافت کرد. Der Hund ist nicht der Schlauste und der Bock ist bockig. Ja. شیخ فری که از روز اول 6 دنگ حواسش به این جمع بود که نقاب اعتدالش یه وقت نیفته، هر جا که دستش رو میشه سری دندقم میگیره، از جمله وقتی که مچش سر فامیل بازی گرفته شد. حجت الاسلام و المسلمین روحانی همچنین در اولین روز کاری خود در احکام جداگانه‌ای رئیس دفتر بازرسی نهاد ریاست جمهوری را منصوب کرد. در این احکام حسین فریدون به عنوان رئیس دفتر بازرسی نهاد ریاست جمهوری منصوب شدند. حقا که خیلی کلکی فری، داداش کوچیکتو کردی رئیس دفتر بازرسی نهاد ریاست جمهوری، بعد واسه رد گم کنی تو تیویریش اسمشو میگی حسین فریدون. خب بعد نمیگی یکی مثل من موشکاف داداشتو میشناسه زایت میکنه؟ شیخ فری هم که دید خیلی زایه شد، هنوز نیومده زیرابی رفت و این حرف رو تو رسانه ها پس گرفت. من خبر کوتاه بگم، برادر آقای رئیس جمهور گفتن که آقای حسین فریدون گفتن هیچ پستی رو در دولت جدید نگرفتند فعلا، هیچ پستی نداره. نشده دارشون همون روزای اول. نه گفتن هیچ پستی الان ندارن. تکذیب شده. بله. از این به بعدم شیخ فری باید حواسش رو جمع کنه که هر کاری بکنه یکی مثل آقای موشکاف هست که خفتش رو میچسبه. Yo, you're right. یکی از فیگورهای اعتدال تو نظام ولایت فقیه راه اندازی جشنواره و همایش کیلوییه که بعضا برای تبلیغ این جشنواره ها از این قمپوزام در میکنن. خدمت درس کنم که جشنواره‌ای مثل افق نو، جشنواره‌ای مثل عمار، اینها همه بسترها و مجالهایی هستند که کمک میکنن فیلمسازانی که نمیتونن در
مثلا یک کشور اروپایی حرفشون رو بزنن، موضع‌گیری سیاسی داشته باشن، بیان و حرفشون رو در این قوالب عنوان کنن، درست. ارائه بدن. آره، ولی خوبه که اروپایی‌ها هم برای زدن حرفاشون از تریبون نظام خیلی عجله نکنن و قبلش به حرفای اونایی که توی نظام خواستن همین کار رو بکنن گوش کنن. امنیت شغلی مطرح میشه، این رو من سوال واسم ایجاد میشه. من اومدم 5 تا نمایش خیلی خوب با کارگردان‌های درجه 1 کشور کار کردم و 2 ماه تمرین کردم، زمان اجرا رسیده، خواستم برم روی صحنه، اومدن کار رو نگاه کردم و گفتن نه، مثلا نقشی که علی سراوی بازی میکنه سانسور بشه، حذف بشه، اصلا ما نمیتونیم. اشخاصی اومدن که به نظر من سطح سواد کمی داشتن و تئاتر ما رو دیدن و جملاتی رو اشاره کردن، سانسور کردن که پیمان مادی روی صحنه به شدت عصبی شد که چرا مگه این جلوی من گرفته شد و گفتن کلا این آدم رو از تو تئاتر در بیارید. حالا بریم سراغ یک آخوند بی عمامه که تلاش میکنه با رو کردن یک فتوای مشنگی جایی برای خودش در بین مشنگای نظام باز کنه. ما داریم که اینا دیگرانم دیدن، مخالفانم دیدن، قبرهایی هستن که وقتی شکافته میشن بدن صاحب قبر، بدن متوفا سالم مشاهده میشه. مثلا کسی هست، مثلا درباره شیخ صدوق این حرف معروفه که چند صد سال از فوتش گذشته بود، وقتی که به دلیلی ابن بابویه رو خواستن تعمیر کنن و قبر شیخ صدوق آشکار شد، میگن حتی رطوبت پاش و اون حنایی که به پاش گذاشته بود به ناخونش اینا محفوظ بود، یعنی انگار که تازه مرده، انگار دیروز مرده. ما اعتقاد داریم به این که وقتی ما میگیم کافر نجسه، معنیش اینه که اعتقاد غلط و باطل روی بدن هم اثر میذاره. ما الان روایت داریم میگن که اگر کسی 40 جمعه غسل جمعه بکنه بدنش نمیپوسه. اینا چیزاییه که حتی امروز فیزیک هم به سمتش رفته، چه برسه که حالا ما بخوایم از نظر دینی نگاه کنیم. اینم یه تئوری قوی و مستدل برای حذف قاشق از روی سفره ها. البته یه سوالم داره، میگه چرا به ما میگن ام المرتجع؟ فیلمبردارا و عکاسا تق 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 تق. گفت چه خبر شد؟ گفتن تو امالی، از شرق اومدی، وحشی هستی، قاشق و چنگال چرا با دست میخوری؟ با دست خوردن خیلی امالیه، ارتجاع، عقبگرده. اتفاقا من چون طرفدار بهداشت هستم با دست خوردم، چون دستمو خودم دیدم چه جور شستم. این قاشقا رو نمیدونم شما با کاغذ پاک میکنید، با پارچه پاک میکنید، درست میشورید نمیشورید. یک. دوم دستم تا حالا تو حلق کسی نرفته. این قاشقا هر چند دقیقه تو حلق هر کس و ناکسیه. نمیدونم 10 دقیقه پیش قاشق تو حلق کی رفته. سوم تو قاشق اگه چیزی باشه آدم نمیفهمد. با دست که میرم لقمه بگیرم ممکنه با دستم هم یه گزینشی بکنم. اگر سیخی میخی نمیدونم شنی استخونی چیزی باشه. اگر کسی بخواد طبق این راهنمودها غذا بخوره آخرش اینطوری میشه. Is that good? I'm recording this. از اونجایی که تو نظام بحث مدرن نمایی و اعتدال مد شده، خامنه ای هم برای که از رفسنجانی عقب نیفته یک اظهار نظر کریستیان دیوری کرد. البته باید عرض بکنم که قبل از همه اینها خیلی صادقانه بگم که خود مقام معظم رهبری مد رو به عنوان یک نیاز اصلی بشری و به عنوان یک نیاز فطری بهش اشاره کردن و شاید این جمله خاص ایشون راهگشا بود که همه ماها بتونیم ادامه دهنده این مسیر باشیم. لباس و مد در کنار سایر محصولات فرهنگی قلمداد پیدا کرد و قرار گرفت. این به عبارتی شاهراه اصلی
و مسیر ورودی ما بود به حوزه فعالیت‌های مد لباس در کشور. اینم عظمای جواد فشن با تریپ آلکاپونی. تیویریش برای ایفای نقش سوپاپ اطمینان گاهی وقتا ایده های خلاقیت مدارانه ای رو میکنه. مثلا تو این نمونه رئیس مشنگ سازمان بهزیستی رو با مردم روبرو کرده که حاصل شده این گزارش مستند سوت. سرزده هفته سازمان بهزیستی. مشخص کردید جایی رو برید؟ اول بریم یه سری همین قسمت ارتباطات مردمی. رئیس سازمان بهزیستی. سلامتی. چیزی مشکلی نداری الان؟ چرا ولا مشکل چیه؟ مشکل از کرمانشاه آمدم. چی میخوای؟ اب خونه میخوام. ما خوشبختانه مشکل خونه تو استانها نداریم. قطعا یک واحد بیشون به قول قوه الهی خواهد رسید به جهت اینکه ما الان اضافه داریم، مسکن کم که نداریم. اضافه هم هست؟ اضافه یعنی بالاخره اون میتونیم ثبت نام کنیم. ایشون مشکل چی داره؟ مشکل اینه که این پولو به موقع نمیدن، بعد ما خیلی باید دوندگی کنیم با دانشگاه، با رئیس دانشگاه، اینقدر دردسر داریم. دانشگاه آزاده؟ بله. الان توی ثبت نام این دختر خانم قطعا مشکلی نیست. چون ما بخشنامه کردیم، تعهد کردیم اینا رو میدیم و این تعهد هم عملی خواهیم کرد. الان چک من دادم، ببخشید. دانشگاه تخلف میکنه. الان اکثر دانشگاه ها همکاری خوبی دارن. این واحد رو شما اسمشو بدید ما رسیدگی کنیم. خیلی ساده. بچهای ما رو فرستادم توی شغلایی که اصلا اینا نمیتونن انجام بدن. مثلا فرستادن توی کارخونه کار مثلا آهنگری، نابینا هیچ وقت نمیتونه همچین کاری انجام بده. گاهن یه اشکالات اینطوری پیش میاد، اینها قابل بررسی و رسیدگی و رفع رجوعه. به هر حال شرایط کار با شرایط فیزیکی معلول ما باید بخونه. اگر نخونه همین اتفاق میفته، یه چیز خنده‌داری میشه که ما حتما رسیدگی میکنه. این گزارش سرزده بود یا سرکاری؟ حل شدن مشکلات این مردم همونقدر باورپذیره که موتور سواری این ستا. فلاکت عظما تو این روزا به مجریان تیویریش هم سرایت کرده. به نمونه ای از فلک زدگی یک مجری بدبخت تو تیویریش توجه کنید. من افسرده میشم اگه منو دوست نداشته باشید. تو رو خودم هم دوستتون دارم. حاجا لباس من بده از نظر دین اسلام. ببین دنبال چیزی میگردی. خدا وکیلی جایی هستش من هرچی خوندم پیدا نکردم. در انتها تلفیقی از رقص تهرانی، ژیمناستیک و تجربه هموطن مسنی که ماشاءالله خیال پیر شدن نداره.